هلو بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید. به اولین ویدیوی ما توی این کانال خوش اومدید. من آیدا هستم و همسرم عبید. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من عبید هستم و به اولین ویدیوی ما خیلی خوش اومدید. من تقریبا 10 سال میشه که اینجا هستم و همسرم آیدا تقریبا 2 سال میشه اومده اینجا. 1 سال و نیم دقیقه بله، بخوایم 1 سال و بگیم. نیم. بله بچه ها، همونطور که گفتم من 10 سال میشه که توی فنلاند زندگی میکنم. که اگه قصد مهاجرت به کشور فنلاند دارن، زندگی توی فنلاند و گرفتن خونه، بیمه و اون کمک هزینه هایی که از سمت اون دولت فنلاند میشه به کسایی که مهاجرت کردن، یه سری چیزا میدونیم، یه سری تجربیات رو من دارم، یه سری تجربیات رو همسرم، خوب یا بد، یه سری چیزا رو میدونیم که اگه دوست داشته باشین میتونیم کمکتون کنیم. و خیلی خوشحالم که اولین ویدیوی ما رو تماشا کردید. خب بچه ها، مرسی که وقت گذاشتید و حتما یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم بزنید که ویدیوهای بعدی اعلانش واسهتون بیاد. بله، و تا دیداری بعد. بدرود. بدرود.